توی این فیلم ضرب عدد در کسر رو بیشتر با هم دیگه تمرین میکنیم و اگه تا آخر این فیلم با ما همراه باشین صفحه 39 از کتاب ریاضی کلاس 4 رو با هم دیگه کار میکنیم. بچه ها سلام، امیدوارم حال همگی خوب باشه. توی فیلم امروز کار در کلاس و فعالیت صفحه 39 کتاب ریاضی رو با هم دیگه حل میکنیم. خب بریم سراغ سوال اولی که ما اینجا داریم که به ما گفته برای هر یک از شکل‌های زیر مانند نمونه یک تساوی ضرب بنویسید. بچه ها ببینید این سوال اولی که ما اینجا میخوایم با هم دیگه حل کنیم دقیقاً برعکس آخرین سوالیه که ما حل کردیم. یعنی توی سوال آخر صفحه 38 کتاب ما این ضرب ها رو داشتیم و باید با توجه به این ضرب ها ما این شکل ها رو رنگ آمیزی می‌کردیم. اما این سوال اولی که ما توی کار در کلاس داریم دقیقاً برعکس اون سواله و ما شکل ها رو داریم. کتاب اومده حالا هر کدوم از این شکل ها رو برای ما رنگ آمیزی کرده و از ما خواسته که ضرب مربوط به هر شکل رو بنویسیم. بریم سراغ این شکل اولی که اینجا هست. ما الان یه مستطیل داریم که به 8 تا قسمت کاملا مساوی تقسیمش کردیم. ما اومدیم 2/8 از این مستطیلمون رو زرد کردیم، بعد اومدیم از این 8 تا قسمت مساوی 2 تا دیگه از این قسمت ها رو بنفشش کردیم، یعنی 2/8 بعدی رو بنفش کردیم و 2/8 دیگه از این شکلمون رو قرمز کردیم. و حالا کتاب به جای این که برای این شکل اولی بنویسه 2/8 به اضافه 2/8 به اضافه 2/8 اومده نوشته 3 تا 2/8. ما الان 3 تا 2/8 از این شکلمون رو رنگ کردیم که کلا هم جوابش میشه 6/8. یعنی از این 8 تا قسمتی که ما توی این مستطیل داریم کلا 6 تا از قسمت‌هاش رنگ شده. اما برای شکل بعدی ما حالا باید ضرب مربوط به این شکل رو بنویسیم. خب توی مرحله اول قبل از این که ما کاری بکنیم باید ببینیم که این مربع ما به چند تا قسمت کاملا مساوی تقسیم شده. ما الان این مربعمون رو به 1 2 3 4 5 6 7 8 تا قسمت کاملا مساوی تقسیمش کردیم و حالا از این 8 تا قسمت 2 تا از این قسمت ها رو آبی کردیم و 2 تا دیگه از قسمت های این مربعمون رو نارنجی کردیم. یعنی الان ما 1/2 رو آبی کردیم و 1/2 رو هم نارنجی کردیم. پس ما 2 تا 2/8 از این شکلمون رو رنگ کردیم و حالا ضربش رو ما میتونیم اینجوری بنویسیم 2 ضرب در 2/8 که حالا جواب این ضرب ما میشه 4/8. ببینید الان از این 8 تا قسمت کاملا مساوی که ما توی این شکلمون داریم 4 تا از این قسمت ها کلا رنگ شده. یعنی ما در واقع نصف این مربعمون رو رنگ کردیم. برای شکل بعدی ما اینجا یه مستطیل داریم که اول باید بفهمیم این مستطیل ما به چند تا قسمت مساوی تقسیم شده. ما آمدیم این مستطیلمون رو به 2 4 6 8 و 10 تا قسمت مساوی تقسیمش کردیم که حالا 3 تا از این قسمت های مساوی رو آبی کردیم و 3 تاش رو هم سبز کردیم. یعنی در واقع 3/10 از این مستطیل ما آبی شده و 3/10 هم سبز. پس ما 1/3 رو آبی کردیم و 3/10 بعدی رو سبز کردیم. پس ما توی این مستطیلمون 2 تا 3/10 رنگ کردیم که حالا ضربش رو هم به این صورت میتونیم بنویسیم 2 ضرب در 3/10 که کلا ما از این مستطیلمون 6 تا از قسمت‌هاش رو رنگ کردیم. پس جواب این ضرب ما میشه 6/10. برای شکل بعدی ما الان اینجا یه مربع بزرگ داریم که خود این مربع بزرگ ما به مربع‌های کوچکتری تقسیم بندی شده. شما اگه بیاین این ذیل مربع رو در این یکی ذیل ضرب کنین میتونین تعداد این مربع‌های کوچکتر رو به دست بیارین. ببینید الان این ذیل بالایی ما به 10 تا قسمت کاملا مساوی تقسیم شده و حالا این ذیل سمت راستی یا ذیل سمت چپی فرقی نمیکنه. این هم خودش به 10 تا قسمت تقسیم شده و حالا اگه ما 10 تا رو ضربش رو حساب کنیم 10 تا میشه 100 تا. پس این مربع بزرگ ما به 100
100 تا مربع کوچیکتر تقسیم بندی شده. به غیر از این راه ضرب شما میتونید از راه این ستون ها هم تعداد مربع های کوچیکتر رو به دست بیارید. ببینید هر کدوم از این ستون هایی که ما از پایین تا بالا داریم، هر کدوم از اینها 10 تا مربع داخلش هست و کلا ما از اول تا آخر 10 تا ستون 10 تایی داریم که میشه 100 تا مربع. حالا که تعداد کل این مربع های کوچیکتر رو ما به دست آوردیم، باید ببینیم چقدر از این شکلمون رنگ شده. ببینید بچه‌ها، ما الان اینجا 10 تا از این مربع های کوچیکتر رو قرمز کردیم، یعنی در واقع 10 صدم از شکلمون قرمزه. بعد اومدیم 10 صدم دیگه از این مربع ها رو سبزش کردیم و یه 10 صدم دیگه هم زرد کردیم، یعنی در واقع ما 3 تا 10 صدم اومدیم روی این شکل نشون دادیم و رنگ کردیم. اگه ما بخوایم ضرب مربوط به این شکل رو بنویسیم، میتونیم اینجوری بنویسیم 3 تا 10 صدم که جواب این ضرب ما میشه 30 صدم، یعنی کلا از این 100 تا مربعی که ما داریم در کل 30 تاش رنگ شده، 10 تاش قرمز شده، 10 تاش سبز و 10 تاش هم زرد، یعنی ما 3 تا 10 صدم از این شکلمون رو رنگ کردیم. برای شکل بعدی دوباره ما همین مربع رو داریم و حالا فرقی که با این یکی شکل داره اینه که ما این دفعه به جای این که بیایم این مربع های کوچیکتر رو به صورت ستونی رنگ کنیم، به صورت ردیفی رنگ کردیم. ما یه 10 صدم از این مربع ها رو آبی کردیم، 10 صدم دیگه از این مربع ها صورتی شدن، 10 صدم رو هم زرد کردیم و 10 صدم بعدی هم سبز شدن. پس ما کلا 4 تا 10 صدم از این شکلمون رو رنگ کردیم و حالا ضرب مربوط به این شکل هم میشه 4 تا 10 صدم که حالا جواب این ضرب هم میشه 40 صدم. کلا از این 100 تا مربعی که ما توی این شکلمون داریم 40 تاش در کل رنگ شده. و حالا برای آخرین شکلی که ما توی سوال اول داریم، اول باید ببینیم که این دایره ما به چند تا قسمت مساوی تقسیم شده. ما اومدیم این دایره‌مون رو به 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 تا قسمت کاملا مساوی تقسیم کردیم. حالا اومدیم 5/12 از این دایره‌مون رو سبز کردیم و یه 5/12 دیگه هم صورتی کردیم، یعنی در کل ما 2 تا 5/12 رنگ کردیم که حالا ضربش میشه 2 ضرب در 5/12 که حالا جواب این ضرب ما میشه 10/12، یعنی در کل از 12 تا قسمت مساوی ما 10 تاش رو رنگ کردیم. خب بچه ها، این از سوال اول کار در کلاس که به کمک همدیگه انجامش دادیم. الان میریم سراغ سوال 2 که حالا کتاب به ما گفته حاصل ضرب ها را به دست آورید. حالا توی سوال 2 بدون اینکه اصلا ما شکلی داشته باشیم میخوایم هر کدوم از این ضرب ها رو جوابش رو بنویسیم. ما الان اینجا 2 ضرب در 3/7 داریم. ما توی صفحه قبلی هم گفتیم که وقتی میخوایم یه عدد رو در یک کسری ضرب کنیم، اون عدد ما فقط در صورت کسر ضرب میشه و ما اصلا به مخرج دست نمیزنیم و مخرج کسر ما ثابت میمونه. ببینید اینجا اول ما خط کسری رو میذاریم، این 7 که توی مخرج هست خودش نوشته میشه، هیچ فرقی نمیکنه و حالا این 2 رو ما فقط در صورت ضرب میکنیم، میگیم 2 3 تا چند تا میشه 6 تا. پس جواب ضرب 2 ضرب در 3/7 میشه 6/7. برای قسمت بعدی ما اول خط کسری میذاریم، 9 رو خودش رو مینویسیم و میگیم 2 تا میشه 4 تا. پس 2 تا 2 نهم میشه 4 نهم. برای قسمت بعدی ما میایم این 8 رو فقط در 3 ضربش میکنیم، 8 3 تا میشه 24 تا و این 100 هم خودش نوشته میشه. حالا قسمت بعدی ما 3 ضرب در 700 رو داریم، 100 خودش بدون هیچ تغییری نوشته میشه و 3/7 میشه 21. ضرب بعدی 5 ضرب در 1/10 هست، 10 رو که می نویسیم و این 5 که اینجا هست رو فقط در صورت ضربش میکنیم، 5 1 میشه 5 تا و ضرب آخری که ما اینجا داریم 10 ضرب در 2 21 که جوابش میشه 21. 2 10 تا میشه 20 تا که ما توی صورت نوشتیم و مخرج رو هم بدون هیچ تغییری اینجا خودش رو نوشتیم. اینم از سوال 2 که با هم دیگه حلش کردیم. الان میریم سراغ سوال 3. توی سوال 3 کتاب به ما گفته که برای ضرب 2 ضرب در 3/8 شکل مناسب بکشید.
خب بچه ها، برای اینکه شکل این سوال رو ما بکشیم اول اینجا یه مستطیل رسم میکنیم. ما گفتیم توی سوالایی که کتاب به ما میگه شکل بکشین همیشه راحت ترین شکلی که ما میتونیم رسم کنیم مستطیله و خیلی راحت و بدون دردسر ما میتونیم مستطیل رو بکشیم. خب الان ما باید ببینیم که این مستطیلمون رو باید به چند تا قسمت مساوی تقسیم کنیم. نگاه میکنیم به مخرج این قسمت کسری که میبینیم ما اینجا 8 داریم، پس ما باید این مستطیلمون رو به 8 تا قسمت کاملا مساوی تقسیمش کنیم. پس الان شروع میکنیم که قسمت بندی ها رو انجام بدیم. الان این مستطیل ما به 8 تا قسمت کاملا مساوی تقسیم شده و ما حالا باید 2 تا 3/8 از این شکلمون رو رنگ کنیم. ببینید ما 3/8 رو یه رنگ میکنیم و برای اینکه 3/8 بعدی 3/8 دومی رو نشون بدیم رنگ مداد رنگیمون رو عوض میکنیم و 3/8 دومی رو یه رنگ دیگه میکنیم. خب اول با رنگ قرمز 3/8 از این مستطیلمون رو رنگ میکنیم. اینجا میشه 1/8. این قسمت دومی، یعنی ما تا الان 2/8 از این مستطیل رو رنگش کردیم و این هم میشه قسمت سومی. خب ما 3/8 از این مستطیلمون رو رنگ کردیم. حالا برای اینکه 3/8 بعدی رو هم رنگ کنیم حتما رنگ مداد رنگیمون رو عوض میکنیم و شروع میکنیم به رنگ آمیزی کردن. حالا 3/8 دومی رو من با رنگ توسی یا حالا همون خاکستری نشون میدم. این قسمت دوم و این هم آخرین قسمت 3/8 دومی. خب ما الان 2 تا 3/8 از این شکلمون رو رنگ کردیم. 3/8 از شکل ما قرمز شد و 3/8 دیگهش هم خاکستری شد. پس ما الان شکل مربوط به این سوال 3 رو رسم کردیم و بعد از اونم رنگ آمیزی کردیم. اما الان میخوام بریم سراغ فعالیت و مسئله‌ای که توی این قسمت هست رو با هم دیگه حلش کنیم. توی این مسئله به ما گفته شده که مادر کیک تولد را به طور تقریبی به 10 قسمت مساوی تقسیم کرد. او به بزرگترها 2 قسمت و به بچه ها 1 قسمت از کیک داد. اگر 3 بزرگسال و 2 بچه کیک گرفته باشند آیا قسمتی از کیک باقی مانده است؟ راه حل های داده شده را بخوانید و آنها را کامل کنید. هر کدام را توضیح دهید. ببین بچه ها، الان این مسئله‌ای که اینجا هست رو ما میخوایم به کمک 3 تا دانش آموز به اسمهای هما، ندا و هدا که حالا هر کدوم راه حل مخصوص به خودشون رو دارن حل کنیم. هما اومده برای این مسئله شکل کشیده، یعنی میخواد این مسئله رو از راه رسم شکل حل کنه. ندا از محور کمک گرفته، یعنی قراره که ندا به کمک محور این سوال رو حل کنه و هدا به کمک عملیات ریاضی و حالا به صورت ذهنی میخواد این مسئله رو حل کنه. خب ما الان اینجا یکی یکی هر کدوم از این راه حل‌ها رو بررسی میکنیم و کمک میکنیم که این دانش آموزها راه حل خودشون رو کامل کنن. الان گفته که هما شکل روبرو را به جای کیک در نظر گرفت و مسئله را به کمک آن حل کرد. ببینید بچه ها، ما یه جشن تولدی داشتیم که حالا یه کیک تولدم گرفتیم و ما اومدیم کیک تولدمون رو به 10 تا قسمت کاملا مساوی تقسیمش کردیم. حالا ما یه سری مهمونم توی این جشن تولدمون داشتیم. ما یه سری آدم داشتیم که بزرگتر بودن، یعنی آدم بزرگ بودن، و یه سری مهمونم داشتیم که کوچیک بودن، بچه بودن. حالا ما توی این جشن تولدمون 3 تا آدم بزرگ داشتیم و 2 تا هم بچه داشتیم که حالا ما اومدیم به اونایی که بزرگتر بودن به هر کدومشون 2 قسمت از این کیک رو دادیم و به بچه ها به هر کدوم از بچه ها 1 قسمت از این کیک رو دادیم. خب ما کلا 3 تا آدم بزرگسال داشتیم. گفتیم که اونایی که بزرگتر بودن هر کدومشون 2 تیکه از این کیک رو خوردن. 2 تیکه از چند تیکه؟ اینجا گفته بودیم از 10 قسمت مساوی. پس ما 3 تا 2/10 داشتیم و 2 تا مهمون کوچیکتر هم داشتیم که این کوچیکترها هر کدومشون 1 قسمت از این کیک رو خوردن. پس 2 تا هم 1/10 از این کیک ما خورده شده. حالا ما باید با توجه به این
ضربایی که اینجا نوشتیم الان این مستطیلمون رو رنگ کنیم. خب هما اومده این مستطیل رو کشیده به 10 تا قسمت کاملا مساوی هم تقسیمش کرده. چرا 10 تا قسمت؟ چون اصلا تو خود سوال گفته بود که ما کیک تولدمون رو به 10 تا قسمت مساوی تقسیمش کردیم. خب الان اینجا ما باید 3 تا 2/10 رنگ کنیم. ببینید 3 تا آدم بزرگسال داشتیم که هر کدومشون 2/10 از این کیک رو خوردن. پس ما باید با 3 تا رنگ مختلف 3 تا 2/10 از این شکلمون رو رنگ کنیم. خب 2/10 اولی رو من با رنگ قرمز رنگ میکنم. پس من 2/10 از این مستطیل رو قرمز میکنم. خب این از 2/10 اولی. برای 2/10 بعدی من میام با رنگ خاکستری 2/10 دیگه از این مستطیل رو رنگ میکنم. این هم از 2/10 دومی که ما خاکستری یا حالا همون توسی کردیم. و برای 2/10 سومی من میام از رنگ نارنجی کمک میگیرم و 2/10 از این مستطیل رو ما نارنجی میکنیم. این هم از سومین 2/10 که ما رنگ کردیم. اما ما 2 تا مهمون کوچیکتر هم داشتیم که گفتیم کوچیکترها هر کدومشون یه تیکه از این کیک رو خوردن. پس ما الان باید اینجا 2 تا 1/10 هم رنگ کنیم، یعنی با 2 تا رنگ مختلف از هر رنگی 1/10 از این مستطیل رو رنگ کنیم. این 1/10 اولی و حالا برای 1/10 بعدی و آخرین قسمتی که ما رنگ میکنیم از رنگ صورتی استفاده میکنیم. این هم آخرین قسمتی که ما رنگش کردیم. گفته که آیا قسمتی از کیک باقی مانده است؟ بله، ما الان اینجا میبینیم که 2/10 از این کیک هنوز خورده نشده. ببینید بچه ها، ما 2/10 رو اومدیم قرمز کردیم، 2/10 رو خاکستری کردیم و 2/10 رو هم نارنجی، یعنی در واقع ما 3 تا 2/10 رنگ کردیم و حالا 2 تا هم 1/10 رو آبی کردیم و 1/10 رو هم صورتی کردیم. پس این راه حلی که ما الان کاملش کردیم راه حل هما بود. اما الان میخوایم بریم سراغ راه حل ندا و ببینیم که چجوری باید به کمک محور این سوال رو ما حلش کنیم. ببینید بچه ها، خود کتاب اومده محور رو کشیده و 0 و 1 رو هم مشخص کرده. این یکی که اینجا هست شما فکر کنید یک کیک تولد کامله و ما حالا اومدیم فاصله بین 0 و 1 رو به 10 تا قسمت کاملا مساوی تقسیمش کردیم و حالا برای اینکه شما این محور رو بهتر متوجه بشین میتونیم زیر هر کدوم از این خطهایی که اینجا گذاشته ما کسر مربوط به اون خط رو بنویسیم. الان ما کسر مربوط به هر کدوم از این قسمت ها رو نوشتیم و الان از این 0 محور شروع میکنیم و به ازای هر تیکه یا حالا هر قسمتی که از این کیک ما خورده شده ما روی این محور به سمت جلو حرکت میکنیم. ببینید بچه ها، ما 3 تا 2/10 از کیکمون رو دادیم به آدم های بزرگسال. پس روی این محور 3 تا 2/10 به سمت راست حرکت میکنیم. خب این میشه 2/10 اولی، یعنی از 0 تا 2/10 میایم جلو. بعد از اینجا از 2/10 تا 14 میشه 2/10 دومی و از اینجا هم یه دونه 2/10 دیگه به سمت راست حرکت میکنیم. ما از 3 تا 2/10 اومدیم جلو. الان باید 2 تا 1/10 دیگه هم حرکت کنیم. اینجا 1/10 و این هم 1/10 بعدی. همونطوری که میبینین مثل قسمت بالایی که ما 8/10 از این مستطیلمون رو رنگ کردیم اینجا روی محور هم به 8/10 رسیدیم. و حالا آخرین دانش آموزی که این سوال رو حل کرده هدا هست که گفته با نوشتن یک عبارت به این مسئله ما پاسخ داده. هدا تقریبا همون چیزی که ما اول کار نوشتیم رو حالا اینجا یکم کاملتر نوشته. ببینید ما گفتیم 3 تا 2/10 از کیکمون خورده شده. پس اینجا ما 3 رو می نویسیم. بعد چند تا 1/10 از کیک ما خورده شده بود؟ 2 تا هم 1/10 خورده شده بود. حالا داخل هر کدوم از این پرانتزها رو ضرب میکنیم و بعد جواب ضرب ها رو با هم دیگه جمع میکنیم. ببینید بچه ها، 3 تا 2/10 میشه 6/10 و حالا 2 تا هم 1/10 داشتیم که میشه 2/10. خب الان اینجا مخرج ها با هم دیگه مساویان. ما یکی از این 10 ها رو می نویسیم و صورت ها رو با هم دیگه جمع میکنیم. 6 به اضافه 2 میشه 8. پس ما درسته که این سوال رو با 3 تا روش مختلف حل کردیم، ولی
توی هر سه تا روش جواب آخر ما یکی شد. ما اینجا 8 از این مستطیلمون رو رنگ کردیم و توی محور هم به 8 رسیدیم و توی این روش سومی هم جواب ما شد 8. بچه‌ها اینم از توضیحات صفحه 39 کتاب ریاضی که با هم دیگه حلش کردیم. توی فیلم بعدی میریم سراغ صفحه 40 و تمرین‌های اون صفحه رو هم با هم دیگه حل می‌کنیم.